چند وقتی است که رسانه‌ها در مورد برگشتن مسی و نیمار به بارسلونا تو تابستون آینده شایعه‌ها رو مطرح کردن، ولی اگه بخوایم در مورد این موضوع یه تجزیه و تحلیل ساده انجام بدیم، می‌بینیم که این کار اصلا منطقی نیست و بازیکنایی مثل مسی و نیمار اگه بخوام برگردن به بارسلونا طبیعتاً روی نیمکت نمیشینن و انتظار بازی تو ترکیب اصلی تیم رو دارن و وجود رافینیا و یامال این کار تقریبا غیر ممکنه، چون یامال داره خوب کار میکنه و هر روز تو ترکیب تیم پخته تر میشه و رافینیا هم تو دوران اوجش قرار داره. مربی بارسلونا هانسی فلیک هم میدونه که الان بارسلونا بیشتر از هر چیزی نیاز به اعتماد به جووناش داره و اومدن مسی و نیمار تو سن فعلیشون فقط برنامه آینده بارسلونا رو به هم میریزه. اگه این بازیکن‌ها 2 فصل پیش و قبل از ظهور یامال و رافینیا میخواستن به بارسلونا برگردن، قطعاً کارآمدتر میتونستن باشن. البته هممون دوست داریم که یک بار دیگه هم که شده مسی رو تو ترکیب بارسلونا ببینیم.